Sen anlat Karadeniz. نجیب نگهبانا رو ببر بیرون. چشم آقا. دست من نمیتونی فرار کنی. تو اینطور فکر میکنی گرگ سوزه کش؟ نخورد. سلام. خیلی خنده دار بود. ایگیت بیا بغل بابایی. عمه جون. ایگیت پسرم. ایگیت بازیو ول کن و برو به صورتت چیزی بزن و این کبودی رو بپوشون. چرا ایشان؟ دیدن این کبودیا ناراحتت میکنه؟ اگه خیلی ناراحت میشی به وداد بگو کتکم نزنه. اما تو بازم داری ودادو عصبانی میکنی ها. تو ساکت بمون ایشان. بذار صاحبت حرف بزنه. تو هم یه زن رو روسیا کردی. نفس ببین عزیزم، یالا برو زودتر حاضر شو. این کبودیارم یه جوری بپوشون. مهمونامون الانه که برسن اینجا. چرا مهمون دعوت کردی؟ ایگیت دیشب خیلی ناراحت شد. این خانواده یه دختر کوچیک داره که میتونه باهاش بازی کنه. برای پسرمون یه دوست آوردم، حداقل یکم بخند. دوست مثل اسباب بازی نیست که همینجوری برش داری بیاریش خونه. ما رو زندانی کردی، بعد میری برای ایگیت دوست میاری تا باهاش بازی کنه؟ مگه میشه؟ به نظرت چرا شما رو تو خونه زندانی میکنم؟ فکر نمیکنی به خاطر فرار کردنت باشه؟ به نظر تو چرا فرار میکنم؟ شاید به خاطر اینه که ما رو به زور تو این خونه نگه داشتی. نفس ببین وداد داره سعی میکنه یه چیزی رو درست کنه، تو هم گیر نده دیگه. بسه عزیزم، برای یه شبم که شده مثل یه خانواده عادی رفتار کن. کسی که باهاش کار میکنم با خانواده‌اش از سرمنه اومده. خانمشم هست، باهاش حرف بزن، شاید یکم دلت باز بشه. ها؟ یالا عزیزم برو حاضر شو. من که بهت گفتم وداد، این اصلا فکر خوبی نبود. اونم حق داره. کل روز تو خونه زندونیه و کسی رو نمیبینه. به خاطر همین از دستم عصبانیه. اون که ناراحت باشه منم عصبانی میشم. نفس عزیزم، مهمونا اومدن. نفس نفس گفتم که درا رو قفل نکن. باز کن این درو. باز کن. چقدر خوشگل شد. مامان جون بیا بریم عزیزم. میخواین قبل غذا یه نوشیدنی براتون بیارن آقا مصطفی؟ نه لازم نیست. نوشیدنی چی؟ این چی میگه دختر؟ منم نفهمیدم چی میگه، ولی خیلی خوب میدونم که چه جوری خفش کنم و بکشمش. عروسی که میخواستم قبل از 40 بگیرم و پیدا کردم. وای خدایا،
من برای اینکه اینو عصبانی کنم اینو گفتم، تو جدی نگیر. طاهر، به نظر من هیچ وقت ازدواج نکن. واقعا حیف میشی، چون بعدش دیگه فاتحت خونده است. خیلی خوب کاللیای عزیز، ایشون همسر قشنگم نفس، اینم پسر نازنینم ایگیت. نفس جون اینم شریکای من تو ترابزون هستن، خانواده کاللیا. خوش اومدین. ممنون آبجی. خوش اومدین. ممنونم دخترم. خوش اومدی. من نفسم. اسم تو چیه؟ منم بالمم. ببین اونم ایگیته، برو باهاش آشنا شو. خوش اومدی عزیزم. خیلی ممنون. شمام خوش اومدین. پسرم برات یه دوست پیدا کردم. همه بفرمایین، شام حاضره. خیلی خوب بریم. ها بریم. بفرمایین، خواهش میکنم. ایشان جون، آقا مصطفی، مطمئنین که نمیخورین؟ نه مرسی. اصرار کنم چی؟ نوشیدنیش خیلی خوبه، از ایتالیا آوردن. ما سر میزی که مادرمون نشسته نوشیدنی نمیخوریم، آب کافیه. نفس عزیزم، من نمیخوام. بخور قشنگم. ماشاءالله پسرتون خیلی آقاست. همینطوره. ماشاءالله بالمم دختر خوبیه. اگه ما هم مثل پسر تو یه پسر می داشتیم خوب می شد، اما این عروسمون نتونست. امیدوارم قسمت طاهر پسرم اینطوری نشه. بالم، بیا عکسایی که امروز گرفتی رو به ایگیت نشون بده. ببین ما امروز رفته بودیم قلعه دختر. اما تو چون اینجایی حتما خیلی رفتی اینجا، مگه نه ایگیت؟ بگو که خیلی رفتی پسرم. تو چقدر خوششانسی. دیگه کجاها رفتی؟ تعریف کن دیگه. ایگیت داریم غذا میخوریم. کجا داری میری؟ پسرم داریم غذا میخوریم. ایگیت پسرم. چیزی نیست. آروم باش. بچه هست دیگه. پسرم آروم باش، چیزی نیست باشه. این چیه؟ به تو چه؟ ول کن. چیزه لباسه ایگیت خیس شده، با اجازتون میرم عوضشون کنم. باشه عزیزم، تو برو به بچه برس. بیا بریم. شنگال برو اونجا رو جمع کن. خیلی خب منم برم، حتما بچه ترسیده. نفس پسرم تو برو لباستو در بیار، منم الان میام. باشه؟ اما قول میدم زود بیام. تو برو، منم میام. بیا بریم.
چرا مچ دستتو بهش نشون دادی؟ من نشون ندادم، خودش دید. چرا قایمش نکردی؟ کاری که تو کردی اشکالی نداره، ولی کار من اشکال داره. مشکل اصلی لاس زدن تو با اون طاهره. لاس زدن؟ این دستتو گرفتاره؟ همین دستت بود؟ آروم باش، آروم باش، آروم باش، آروم باش. ببین من الان میرم پایین، میرم یه بهونه ای میارم و بعدش میام همه یه انگشتاتو میشکونم. ساکت شو. الان بشین و فکر کن که لاس زدن با اون مرتیکه عوضی واقعا ارزششو داشت که این کارو کردی؟ باشه همسرم؟ ببخشید دیر شد. پسرم برای اینکه پارچو شکوند خجالت کشیده، نتونستیم رازیش کنیم بیاد پایین. گریه میکرد. یکم بچه حساسیه، چی کار کنیم؟ خانمم ازتون خیلی معذرت خواهی کرد. امون تا بچه رو بخوابونه. بچه هست دیگه، پیش میاد. مثل اینکه قرار دادم امضا کردین. خوبه. ایشان جون خود کارو میدی به من؟ خیلی خوب، مبارک باشه.
ایگیت؟ هی مامان. قراره از قلعه‌ای که توش زندانی شدیم فرار کنیم باشه پسرم؟ فقط باید آروم و بی سر و صدا فرار کنیم. اما اگه گیر بیافتیم چی؟ اونا ما رو گیر میندازن. ببین این بهترین فرصتیه که داریم. همه مهمونا پایینن، هیچ کدوم از نگهبانام نیستن. فقط عجیبه بدون اینکه اون ما رو ببینه میریم تو کوچه بغلی باشه. زود باش زود باش، بدو خیلی خوب، قهوه‌مون هم که خوردیم، امضا هم که شد. بریم دیگه، بلند شین. زود دارین میرین آقا مصطفی. راهمون دوره، باید بریم. یالا بیا. بفرمایید. آقا مصطفی، بی صبرانه منتظرم تا بیام ترابزون. بیا ببین چه جوری ازت پذیرایی میکنه. مهمون حبیب خداست، بفرمایید. تشریف بیارین ایشان جون، ولی من خیلی از مهمون خوشم نمیاد. اینو گفتم که بدونی باشه.
خیر باشه کاللی. انگار از خونم خیلی خوشت اومده. نه برعکس، از یه چیزی اصلا خوشم نیومد. از چی؟ کبودیای روی دست خانومت. کبودیای روی دست خانم من به تو چه ربطی داره؟ آقا طاهر خواهش میکنم، ما تازه اتفاق بعد پشت سر گذاشتیم. چند روز پیش وقتی ما خونه نبودیم دزد اومده بود خونمون. نفسم تنهایی با دزد گلاویز شده بود. لطفاً به ما حق بدین، ما هنوزم تحت تاثیر اون قضیه قرار داریم. طاهر نجیب! بفرمایید آقا وداد. یکم که دور شدن بگو نگهبانا بیان. بله قربان. من خیلی میترسم مامان. نترس عزیزم. خیلی درد داره. نه پسرم. حالا چی کار کنیم؟ وقتی وایستادن استراحت کنن ما میپریم پایین. بعدش چی؟ پول داریم؟ گل کوچولی مامان. سرخ پوستا به پول نیازی ندارن. یه راهی براش پیدا میکنیم. نجات پیدا کردیم مامانی. بالاخره از اون قلعه لعنتی فرار کردیم. واقعا نجات پیدا کردیم؟ آره پسر خوشگلم. نجات پیدا کردیم. نجات پیدا کردیم. نفس! نفس! زود باش در رو باز کن. نفس! میدونی که راه فراری نداری. باز کن! نفس! من واقعا متاسفم عزیزم. باشه معذرت میخوام. یالا در رو باز کن. میخوام برم به دکتر زنگ بزنم. یالا ببخش منو عزیزم. باز کن دیگه. ایگیت؟ ایگیت؟ پسرم؟ به مامانت بگو در رو باز کنه پسرم. یالا بیا تا با هم بازی کنیم. نفس! نفس این در رو باز کن! وداد داری چی کار میکنی؟ ایشان برو توی اتاق بخواب یا برو خونت. آروم نفس. باش. یه نفس عمیق بکش باشه. ها؟ آروم باش فهمیدی؟ میخوای بیشتر از این ازت متنفر بشه؟ به اندازه کافی ازم متنفر هست. چی شده؟ امشب کبودیاشو به اون مرتیکه نشون داد. منم انگشتاشو شکستم. الانم اگه آروم نشی ممکنه اتفاقای بدتری بیفته. بیا بریم برات یه نوشیدنی بریزم وداد. نفسم تا صبح کم آروم میشه. ها؟ یالا. ایشان کاش بدونه چقدر دوستش دارم. از خودشم بیشتر دلم براش میسوزه. تو اینا میدونی مگه نه؟ میدونم. فقط تو صبح صبر کن. من با نفس حرف میزنم. قول میدم.
بیا بریم بالا باشه. این چیه؟ به تو چه ربطی داره؟ وای خدای من، مامان ما کجایی؟ خواب موندیم. رسیدیم سورمنه. نفس احمق چطوری تونستی بخوابی؟ این آقا ها ما رو برمیگردونن پیش بابا. نفس درو باز کن، منو دیوونه نکن. ایگیت پسرم بجون، به مامانت بگو درو باز کنه. زود باش خوشگله، من دلم برات تنگ شده. عزیزم ایگیت. نفس نجیب وداد نجیب. بله آقا وداد. نفس کجاست؟ نمیدونم، مگه تو خونه نیست؟ اول فکر کن بعد جواب بده. خونه باشه از تو میپرسم. نیست، فرار کرده. نفس نیست. چطور ممکنه آقا؟ شما دیشب گفتین همه برگردن، تا حالا پرنده پر نزده. شاید تو خونه قایم شده باشن، یا شاید داره با ایگیت قایم موشک بازی. صبر کن، من میگیرمش. بیا دخترم. بی زحمت کیف منم برام بیار. چی شده؟ چرا نمیای؟ طاهر، اینا اینجا چی کار میکنن؟ بیا این دختر رو ببر تو، من کفشامو در بیارم. اومدم.
اینا رو سوار ماشین کردی؟ من واسه چی باید این کارو بکنم آخه؟ همینجا وایسا، میرم و زودی برمیگردم. سرتو ببر تو. چرا؟ که ما رو بدی دست بداد؟ من نمیرم اونجا. میگم بشین سر جات. به مامانم چیزی نگو. چی میگی تو؟ من نمیخواستم مامانتو بزنم. دستت چی شده؟ شکسته؟ نکنه ودات این کارو کرده؟ ببین معلومه که از دست اون فرار کردی. این بچه رو هم با خودت کشوندی آوردی اینجا. پس صبر کن، زنه داشت آسیه بیاد با هم میریم باشه؟ من بیمارستان نمیرم، ما دیگه باید بریم پسر. بشین. میگم نترس باشه. من تو رو نمیدم دست اون، به اون بیشرفم خبر نمیدم باشه؟ بهت اعتماد نمی کنم. تو زادگاه منی. ما به مهمونمون خیانت نمی کنیم. صداتو بیار پایین و سرتو ببر تو باشه؟